این دیدی دادم مثلا وقتی باران آمده هوا به قول ما زمین خیس شده و گل برخواسته، تو لباس سفیدی پوشیدی، وقتی میخوای پا برداری دیگه چلب چلب نمی کنی، میخوای به سیم برق دست بزنی دقت میکنی، میخوای توی میدان مین راه بری بی محابا نمیری، از یه پرتگاهی میخوای عبور کنی جفت نمیزنی. حذر این حالت باطنی انسانه. ورع این چنین حالت برای کسی که فهمیده تمامی دنیا راه نیست، نظام هست، قانونمندی هست، نمیشود تجاوز، نمیشود از حدود گذشت. اندازه ها وجود دارد، پس حدود وجود دارد، پس باید از حدود تجاوز نکرد و همراهی کرد.